آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چه منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلامی، پسر وزیر سابق انرژتیک علیشیر گلوف که برای جنایت قانونشکنی جزا گرفتن، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون اوج گرفت. پسر رکتور در صدمه یک آوازخوان باعث را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسر وزیر سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف، یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاستشناس سیف الله سفروف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفروف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسی تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت. من سر کنم. بله مرحمت. سلام به شما و بینندگان عزیز. البته موافق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و موافق قانون‌های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوقند. برابر حقوق بودند و در عمل تطبیق شدن همین قانون‌ها نه همه وقت میسر میشود. این رو همه میدونند و در تمام دنیا همین است و همین خیلی میماند. تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال رو میخوام از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسی تاجیکستان رعایت می شود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه را، چه منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کم بیزاده رو به یک چشم میبینند و یا یکسان مناسبت میکنند؟ نظر شما؟ تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوالگزاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکم ماده 17 کدک کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان است که می‌نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های مرا با منصبداران رخ میداده، جزاهایی که آنها میگیرند این را نشان میدهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین افضلیت‌ناکترین و همین از همه روشن نشان میدادگی که همین برای چی گونه قانون با همه برابر نیست، این قبول قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمان است. هرچند که در کنستیتوسیا افضلیت‌ناکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمان همچون پیشوای ملت با یگان نمود جوابگری نه مأموری، نه گراجدانی، نه جنایتی نباید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند. ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟ قرارهای سودی، حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود، وابسته از موقع سیاسی اون، وابسته از رول اون در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی اون با همون حکومتداران، نزدیکی اون نقش اون انسان یا خشتباری اون و پایدار کردن همین سیستم حضوریت در تاجیکستان بوده. تشکر. جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای جمشید یاروف راضی بوده می توانید؟ گپ در آن که البته راضی نمیشم، برای اون که مقصدی اگر با مقصدی سیاه کردن، با مقصدی نادرست شهر دادن، گویم البته صدها کمبودی دیگر هم یافتن ممکن است و من هم میتوانم یابم، لیکن در اینجا این خیلی است که من در اساس قانون پرزیدنت همین گونه امتیازها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که به قانونی نیست. این هم تو نگرفتند و به قانون گویند که مثلا با پرزیدنت فلان امتیازات داده می شود و به
اجازت پارلمان به اجازت مردم همین کار رو کنند. این در نزد قانون برابر بودن نشان میدهد که در اساسهای قانونی پیشوای ملت اساسدار صلح و وحدت ملی با امتیازهای مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمت‌های مخصوصش. نه شما نادرست گفتید. یا شما قانون را نخوانده یا اینکه خیلی میدونید وابسته به اونی که در کجا هستید چی موقع دارید باید همین خیلی گپ زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساسدار صلح و وحدت فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساسگذار با یگان جوابگری کشیده نمی شود. همین آوردگی این برخلاف ماده 17 سرقانون جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سردار دولت سردار سیستم چنین کار میکند البته که اون آدمایی که از او پایانتر هستند همون شخصانی که آنها رو نگاه می‌دارن آنها رو یاری میرسونن در همین سیستم بودن موجود بودن از بایگری همین امتیازهای سیستم استفاده ببرن آنها یکدیگر رو با گفتی روسا پدیدش میکنن دستگیری میکنن. ببینید اگر خواهید من مثال میبرم سردار ترمینال یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب‌زاده را خودی پیشوای ملت در نزد همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و انداز آشکار میکنه جنایت‌هایش رو میگوید که در مدت چند ماه از لیتنانت و نمیدونم پالکونیک گذشت و 16 مرتبه به خارج سفر کرد و صورت حساب‌های بانکی در دولت‌های خارجی دارد همه رو برگردونده بیار تو جوان هستی وگرنه 15 سال تو میشی. در این مورد باید که پروکراتور گنرالی پرونده یا که اقلا سنجش آغاز میکرد ولی نه سنجش هست نه یگان گپ و خبر هست که آینده همین آدم چی شد یعنی که او رو پشتیبانی کردن. تشکر محترم سیف الله سفروف. پس همین حادثه‌های آخر که گفتیم جزای سبک گرفتن پسری رکتور دانشگاه اسلوونی فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژتیک و قدای رئیس جمهور و سابق رئیس دنغره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن بیانگر دیگر چیز نیست یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه. به این سوال چی میگوید شما؟ در همه حالت‌های استثنایی بوده میتوانند حتی در قانون‌ها هم هست بعضی حالت‌هایی که اونها استثنایی باید باشند مخصوصا نسبت پرزیدنت این کشور دادن امتیازها این همون حالت‌های استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود در ترکمنستان هم هست در امریکا هم هست مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه‌ای که آنها بودند و چگونه مردم را به حبس کشیدند و غیره و کذا یعنی که این مثال‌هایی هستند که در حالت‌های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط‌هایی که آنها می‌دانند و می‌آموزند و در کتاب‌های آنها به طور نظریوی اساسناک شدند آنها می‌توانند که این یا ماده قانون را با پرمیچر میگن یا که الهه‌هایش استفاده کنند آن را دیگر خیلی شرح دیند و غیره و کذا یعنی که همه این البته در دایره قانون میتواند باشد. یعنی استثنایی که شما میگویید استثنایی که بله مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟ میرزانبی بسیار استفاده نمیشود همین کار اونم با مانند پسری که همین گل شیرعلی به اوباشی متهم میشود میبخشید گفتم میبرم از خاطر برایده بخشش شما میگه استثنا باید استفاده برده شود بله در کودکس جنایتی هست استثنا وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالت‌های سبک کننده ممکن است که از همان نرمایی که قانونگذار معین کرده است مثلا میگیریم از 5 تا 7 سال جزا پیش‌بینی کرده است سودیا میتواند از این مورد کمتر بیاد این درست است ولی سوال میاد که برای چی در سال 2018 یا که 19 نسبت دلاور گلو باز پسر همین قهرمانی برنامه ما پسری که چند مرتبه جنگ و جنجال و خلیگانی میکند ماه ایون او را بازداشت میکنند برای که کارمند اوباپ رو میزند نسبتش پرونده خلیگانی آغاز میکنند
با جایی که پرونده اویدی لاتوکوبی نماینده حکومت آغاز کنم با مدت 238 به فکرم با مدت 328 نسبت اون با مدت 237 خولگانی پرونده آغاز میکنند. در آنجا جزا از 5 تا 7 سال است و با او در چنین حالت استثنایی یا فرزندان نابالغ داشته است 1 سال جزا میتوند محروم کردن از آزادی. این به نهایت هم استثنایی شبهناک میباشد، برای چی از 5 تا 7 جزا هست 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، یک بار 1 سال داده. یعنی که وابسته به همین حرفا، یعنی پاسخهایی که جمشید یاروف دادن جناب سیف الله سفروف در مورد همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثنا محض به منصبداران ربط میگیرد، به نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا؟ این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثنا است. استثنا در حالتهای دیگر هم میشود. مثلا استثنا با کی بود استفاده برده شده است؟ نسبتی کی؟ جمشید جان یک دقیقه آرام باش، من گپ زدن ده گپ نزن. خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیف الله سفروف. ما باید که یکدیگر را احترام کنیم. این خیلی موبایل گپ من و نپر. نه شما را میگم من با نیستان گپ زنید دکتر، من همین گفتنی هستم. نه شما خودتون اعتراف کردید که در بله محترم سیف الله سفروف مرحمت ایستد که مزونابی استد من شرط من اول جواب ندادم. بله بله مرحمت نموندید گپ زدن. مرحمت گپ در آن که خودی جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود. این حالت سبک کننده میگویند یا حالتی وزنی کننده به مثل عرق نوشیدن یا یگان کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجیکستان را شرط یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجیکستان را احترام میکنم و اونها در اساس قانونهای عمل کننده البته اساسناک میکنن، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستن، آزادی سخن است و میتوانند که در حالتهای نادرست استثناء کردن یگان چیز البته این مسئله رو به بحث کشند. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم می شود که وزنی کننده باشد، استثناء میتواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانونهای ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال 2 نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر نمی شود که تمام منصبداران را گناهکار کنیم و گوییم که فقط منصبداران را حمایت کرده میشن. من میدونم که 10 زنها را همین گونه از سود جواب دادن، مصفدا و مردا و دیگرها را جواب دادن، لیکن درباره اونها هیچ کس گپ نمیزنه. چرا؟ تشکر. مثال های مثبی هم بیارد، وقتی که منفی میبیارد یعنی مثال های مثبی هم آوردن نکرد. من فکر میکنم مثال های منفی شما گفتید چرا درباره استثناء نسبت زنان و مصفدان شما سخن نمیرانید؟ گفتید شما درست گفتید. چرا ما سخن نمیرانیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان باید احاطه باید چی میگن همین گفتی روزا گلخه ابران رفتگی تماما زبیتنی رو نشدگی نه درخواست جواب میدهد، نه یک سوال با یگان استاتیستیک پیشنهاد نمیکند. این خیلی نمیشه در مدت 6 ماه یک مرتبه در مدت 1 ساعت با سوالای ژورنالیستان جواب دهند. اگر آنها کشاده میبودن استاتیستیک کشاده میبود ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی 2 استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینا آزاد کردن، مثال نسبتشون جزای سبکتر دادن. لیکن ما درباره اونها یگان معلومات نداریم. زنگ میزنیم، مکتوب مینویسیم، یگان کس جواب نمیگرداند. از کجا ما استاتیستیک میگیریم؟ استاتیستیک حاضری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن. تشکر. حالا به سوال بعدی برمیگردیم. ما همیشه در صحبت ها با مردم این گفتار رو میشنویم که آدمانی به قبل آنها بی صاحب در دادگاه همیشه جزای سخت میگیرند، ولی صاحبداران به مثل مقام رسمی ثروتمند برعکس. همین گفته نشان دهنده فاوریتیزم یا طرفگیری از قدرتمندان نیست به نظر شما جناب سیف الله سفروف؟ گپ در اون که در همه دنیا قدرتمندان
موقعشون دیگر است. باز هم در مثال بایدن من به شما گفتم که حتی پرزیدنت امریکا ترامپ رو مثلا قیچی کردن و توییتر و دیگر چیزا شد. یعنی که در حالتهای لازمی قواهای حفظ حقوق و قواهای نظامی میتوانند که این یا اون سفارش را اجرا کنند اگر از طرف دولت باشد یا اینکه از جهت سیاسی مقصد ناک باشد. در این حالتها ما اینا را رد نمیکنیم. اینا هستند در نه تنها در تاجیکستان. من مثالی از همه بهترش در امریکا هم دیدم، در فرانسه هم این گپ هست و در دیگر جا هم هست. برای همین در اینجا فقط تاجیکستان رو گناهکار کردن اصلا اساس ندارد. در ما هم هست مسئله استثنایی را باز برمیگردم. در اینجا این خیلی است که موادهایی که در سود می شود و مخصوصا نسبت زنان، جوانان، کودکان اونها در وسایل اخبار آمد چاپ می شوند. البته با مکتوب های جمشید جواب ندادن ارگان های حفظ حقوق این از صلاحیت آنها وابسته است. می توانند جواب دهند و می توانند جواب ندهند، مخصوصا که این کس در خارج زندگی میکنند و ارگان های حفظ حقوق ما می توانند که با سوال های این کس من جواب ندهند، چون که در تاجیکستان هستند و شاید شهروندی هم برآمدگی باشند. من نمیدانم اینشان در اونجا در پایان چی نوشتند، از نام کی نوشتند، برای چی نوشتند، یعنی چگونه اساسنامه کردند که این فکت ها برای چی لازم است. تشکر. جمشید یاروف، شما حرفای دارید به سخنهای همصحبتمون سیف الله سفروف؟ بله دارم. اینه که همون فرمت برنامه را به نظر گرفته درباره که برای چی جواب نمیگردونند مقامات قدرتی، این بحث نمیکنیم. با فکرم این جوی بحث نیست. این درست است. بله این برنامه نیست. بله برمیگردیم با همین حالتهای استثنایی و اونه که گفتند که گویا در همه جهان هست، ما برای چی دقت فقط به تاجیکستان میکنیم. بله این بود از دوره همون آپشن ابتدایی. من فکر میکنم همین خیلی بود. کسی که در سر قدرت بود، کسی که امتیاز داشت، کسی که بوی بود، کسی که قوت داشت و همیشه امتیاز داشت. قانون عموما خیلی گریم برای اداره کردن صنفی حکومت زیرتوبه برآورده شده است. زیرتوبه اون رو اداره کردن، در یک رمق داشتن، نگاه داشتن، این برای اونها هست. ولی که اگر وقتی که ما میگیم که ما تاجیکستان دولت دموکراتی هستیم یا اینکه دموکراتی میخوایم سازیم، دولت حقوق بنیاد میخواهیم سازیم، امتیاز باید به یگان کس داده نشود، نه وابسته از آنه که شما نزدیک هستید به اویله یا اینکه شما خشتباری دارید با این یا اون. و این را هم آقای میرزانبی در از خاطر نبرید که تاجیکستان یکی از دولت‌های از همه سر فسادترین است. ببینید یک ثروتمند اگر در پروکراتورا کار کند، حتما پسری و یا در تماشنی کار میکند یا در گمرک کار میکند، در چیز کار میکند، نلاق کار میکند، یا که در پروکراتور دیگر یا که میلیسه دیگر کار میکند. اینها همچون یک ریشه دوندگی بین یکدیگر خشتباری دارند و وابستگی دارند. برای همین وقتی که یک کس با دومی قانون حقوق میغلطد، البته که با دیگر راه او را یکدیگری همون هم مسلکانشان گفتن میتونیم یاردم میکنن. جزای سبکتر میتونن اگر دیگر امکانیت نباشد. امکانیت باشد درباره او عموما دیگر معلومات نمیتونن. مثال قاتل بهرام غفوری کجا شد؟ چی جزا گرفت؟ و هم DTP صادر کرد و هم در نتیجه حرکت های دیده و دانسته او آدم وفات کرد. کجا شد؟ درباره و یگان معلومات نیست. و هم پروکورور بود. ببینید حالا حاضر یعنی کار به جای کشیده، یعنی حالا کار به جای کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسر شیرالی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمیکرد شاید مقامات از پیش نمیشدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفروف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت‌ها چه معنا دارد؟ مرحمت. من فکر میکنم که اون گپی که در اول جمشید جان گفتند درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها رو نمیشود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها رو باید که گویم. جامعه ما به سوی خود
چی میگن خود تشکل دهی به سوی دموکرات استاد. لیکن ما حالی هم نمیگوییم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما به سوی همین یک جامعه آرمانی خودمون، جامعه دموکراتی، جامعه فرهنگی رفته ایستادیم. این بدون شبهه یگان کس به این شبهه کردن نمیتونه. و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است. کار پروکراتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است. این خوب شده ایستاده است. ما گفته نمیتونیم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پروکراتور همین رو کرده میتوانست. اون وقتا باز قانون ها در درک خود قانون ها دیگر بود. ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سیف الله سفرов شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقامدار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست ها درباره جنایت یک منصبدار یک نفری با نفوذ خبر میدن بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون وقت خاموش میسن؟ این چه معنا دارد؟ این معنای خاموشی ندارد. اینجا یک نازکی دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان می شود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کردن نمیتواند. بعد اون که گپش برآمد البته تحقیقات خدمتی به وجود آورده می شود یا تحقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کرده می شود این آدم گناهکار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث می شود یا جنجال می شود یک کس می زنه از پشت اینها گشتن امکان ندارد. حتی جمشید یاروف نظر شما چی است به این پاسخهای سیف الله سفرov؟ چرا اونا باید خاموش هستند؟ یعنی چرا خاموش میشنن انیقترش؟ در حقیقت در تاجیکستان بینید، در تاجیکستان ما اگر در یک شبانه روز چقدر حقوق ویرانکنی یا که جنایت شود و غیر امکان است که در سایت رسمی وزارت کارهای داخلی یا که پروکراتور همه اونها رو ما نویسیم پارتویم. نه که اگر چنین قانون ویرانکنی ها رو شخصان میکنن که در جامعه یک ابرو دارن، یک نفوذ دارن یا که وابستگی دارن و یگان وابستگی خیلی تباری با آدمان نزدیک به حکومت دارن، حتما باید که این چیزا گفته شود، آشکار بیان کرده شود. بله تشکر زیاد. وزارت های تاجیکستان عموما خود رو یگان مسئول در نزد خلق حساب نمیکنن. تشکر. مسئول پروکراتور نه یگان کس، چون که آنها رو خلق انتخاب نکرده است، آنها تعیین شدن و آنها سخن تعیینگر رو نگاه میکنن. بله تشکر. و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند رهگذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیویی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا. وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون برآوری میکند، این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغلا. همه برابر است در نزد قانون، همه ملت برابر حقوق دارد، نه اینکه درباره کم بغل یا بای. قانون برای همه برابر، برای همه دخل دارد. اگر فکر خلق هر خیلی است که مثل فرزندای کارکنای بالا مقام میگن جزا نمیگیرن. همه خیلی فهمیده بودن که در судье اشتراک نکردن. Вы правильный вопрос задали. Это я правду скажу. Пускай меня рассудит. Нету правды. Камбахал будет сидеть, а бой он гуляет. Я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года. А бой бача может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле. Да, ты бомбром. Ох, и чего бегун босутом накнан. Хастай. Чхел не знай. И найдя чемара чина некнором кабезана пулами пенера. چی مردمی خیلی میگم خواهد همه هر یک چیز یک اساس داره. اگر قانون همیشه رعایت شود، قانون همیشه در جایش باشه، هیچ وقت چنین عقیده ها پیش نمیآید. در تاجیکستان خودمون همین خیلی برای همه قانون برای همه یک تایه. یکم جای قانون برای بای برای کم فرق نکرده. نه مثلا میگن که فرزندای منصبدارا اگر این وای گفتم میگه آدمای به سوال میگن من نمیگم گپاره برای کارتون چرا الله 2 سال خدمت کردم ندیدم یکم فرزند بای بچه را در خدمت. من کم بغل و حال خیلی سرگردان میکپن بیارن شو.
زای سای تقابوزی میکنه که تقا داشته باشی جریمه وزمین تا گناه وزمین تا سبک میکنه. قانون برای همه یک است. یکی هم بچه راست گفت برای کی تقا و سوم باشه خیلی باید کار بود نشه راست میگه. جناب سیف الله سفرов از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا. نسبت ساکنان فرد درست گفت که آدمان هر خیلی عقیده دارن. موافق فهمیششان، موافق یگان مثالی که از خیش تبارشان هست، موافق همه اندیشه میرونند. یعنی نمیشود که گپی قد کوچگی رو ما همچون اساسی گناهکار کردن حکومت احاطیم. لیکن موجود بودن این یا اون نازکی های گویم که حقوقی موجود هستند، ما را اعتراف میکنیم، در بعض جاها همین میشود، لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد. تشکر. جمشید یاروف خواهش میکنم خیلی مختصر. مرحبا. گویم 90% مردمی که در نوار دیدیم و سخنان ما را تصدیق کردن که برابری نیست و از کجا با خلاصه آمدن در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشون، چی در حالت خودشون چی در حالت همسایه خیش تبارانشون. تشکر. و حالا سوال بعدی، عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته میتواند؟ محترم سیف الله سفرов، شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله، نظرتون چی است؟ همه وقت در حالت نابرابری اجتماعی، نابرابری حقوقی، نابرابری فرهنگی، نابرابری ملی، دینی، البته پیامدش بد است. در اینجا هیچ جای شبهه نیست. ولی همین چیز در تاجیکستان در حد کمترین است. موجود است لیکن در حد کمترین است. تاجیکستان به هر حال خیلی جهت‌های مثبت دوره شوروی را گرفته است و جهت‌های عنعنه‌های ملی خودمان هم امکانیت نمیدهند که بسیار همین نابرابری‌ها پیدا شوند و مثلا خود سود و پراکت را و آکازها را گناهکار کنیم. در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است، مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است. اینها حالی هم پایان هستند. اینا را ما نمیتونیم گوییم که بسیار بلند هستند و همه مردم به سیاست دولت صرف می روند، همه کارمندان حقوق در خدمت خلق هستند. اینا گفته نمیتونیم، چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا، در تاجیکستان هم از جمله، همین گونه نازکی ها، همین گونه نابرابری ها موجود هستند و ولی اندیشه ما، کوشش دولت به آن نگرانده شده است که این ضدیت ها، این نابرابری ها از بین برده شوند و این به ما دست داده ایستاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است. تشکر. جمشید یاروف، به همین سوال نظر شما چی است؟ خواهش میکنم. هر یک نابرابری چیزی که استاد گفتن، چی در جامعه باشد، چی نابرابری اقتصادی باشد و سیاسی و حقوقی و دیگر باشد، عاقبت‌های ناخوب دارد. این در آخر میتواند با آشوب‌ها و شورش‌های رساند که دولت از بین میرود در نتیجه چنین نابرابری‌ها. این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید که از این پیشگیری کند. تا حال ما نمی‌بینیم یگان پیشگیری، تا حال نمی‌بینیم که حتی جواب داد که شهباز رجب زاده یا اینکه دولت بیگ خیرزاده بسو برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد، دویمش بعد یک سال وقتی که با 10 سال میتیم بعد یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خودی حکومت همین نابرابری ها را از بین نبرد، خوفی از بین رفتن دولتی ملی تاجیکستان وجود دارد. تشکر زیاد. و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشن. مرحمت سیف الله سفرов، از شما شروع میکنیم. نظر من این است که تمام کوشش رو با اون خط نمود که به مردم حقوقشون رو فهمونیم، اونها نشان دهیم که اونها مانند حق خود را صاحب باشند و این قانون را اونها قبول کردند و منطقیت اونها را حمایت میکنند، چون که موافق کنستیتوسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است
و این دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی های دیگر، نهادهای دیگر مراجعت کند و این نابرابری را از بین برد. تشکر زیاد. جمشید یاروف، مرحمت شما. اکنون تبابت و دوای این بیماری گویم، این نقصان گویم آسان یافته نمیشود. این یک چند چاره های کمپلکسی اجرا کردن در کار که این نابرابری از بین رود. مثال من یکی از آنها رو گفتم میتوانم که اهالی تاجیکستان یگان مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همین مقامات از او حمایت میکنند. برای همین یکی از راهها و تکلیف من همین است که سودهای جمهوری تاجیکستان انتخاب میشوند از طرف اهالی همان منطقه. بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بدتر از این باید که سیستم خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختار آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانونگذاری جاری کرده شود. چیزی که استاد درست قید کردن، سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوقهای خودشان، درباره حقوقهای مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند. تشکر زیاد. به شما برای صحبت و اینجا به آخر برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه سیاستشناس سیف الله سفرов، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا بودند و من میرزا نبی خالقزاده برنامه را گردانندگی میکردم و منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. زیر همین برنامه نویسید که کدام موضوع را میخواهید در برنامه بعدی بررسی کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.